سلام دوستان، من امروز میخوایم در مورد دو روند بسیار مهم زندگی صحبت بکنم: هدف محوری و یا پروسه محوری. من فکر میکنم که اغلب ما و شما آدم‌های هدف محور هستیم. اگر بخوایم تفاوت این دوتا رو با هم دیگه تفکیک کنیم، یک مثال خدمت شما میارم. تصور کنید که دنیاش یک باغ است، باغی پر از میوه‌های فراوان، درخت‌های بسیار فراوان و آدم‌های هدف محور در درون باغ در جستجوی به طور مثال سیب هستند. سیب از دیگه چیزها بیشتر دوست دارن و در فرایند جستجوی سیب اغلب میوه‌های دیگه بر اونها کم اهمیت است، چون تنها سیب بر اونها با اهمیت است. خب چه دلیلی وجود داره که اغلب ماها آدم‌های هدف محور؟ من فکر می‌کنم یک دلیلش خانواده‌های ماست که وایسا کردن گفتن که فلانی فلان جایگاه را داره، تو هم میتونی به دست بیاری. یا در مکتب به ما میگن که اول نمره دوم نمره، و یا در اون فضای اجتماعی رقابت‌ها و یا ورزش‌های وجود داره که آدم‌ها در نتیجه شکست دیگران حس موفقیت در اونها، حس خوشی در اونها زنده میشه. و در این حال هم اکثر اوقات این هدف‌گذاری‌ها فارغ از آگاهی از او ظرفیت و از او توانمندی ماست. اغلب او ژن را نمیشناسیم، نمیفهمیم که چه استعدادی به صورت خاص در ما وجود داره و هدف را تعیین میکنیم و اغلب رسیدن به او هدف پر از رنج است. وقتی که به هدف میرسیم نگه داشتن او حس طولانی نیست و در این حال هم بلافاصله وقتی که به هدف رسیدیم شما یک هدف دیگری تعیین میکنید. تمام زندگی هدف هایی است که از یکی به یکی دیگه میرسه و حس خوشی و شادمانی در اونجا کمتر به دست میاد. اما در مقابل اینها آدم‌های پروسه محور آدم‌هایی است که وقتی درون او باغ میشن می‌بینن ناک‌های خوشمزه هم وجود داره، سیب‌های خوشمزه و یا در اینجا میوه‌های دیگه هم وجود داره که حس خوب به من میده. چه دلیلی وجود داره که من تنها سیب بگیرم؟ یک و دوم، اونها رقابت با دیگران برشون بی اهمیت است. اونها چون میفهمن ژنشان متفاوت است، استعدادشان متفاوت است، در نتیجه اونها اصلا به دنبال رقابت با دیگران نیستن، چون میگن که این کار به من حس خوب، احساس خوب میده و من لذت میبرم و بر اساس او در اینجا من اقدام میکنم. و با گفتن این دو مثال میخواستم چند نکته خدمت شما بگم که نکته اول است که روند پروسه محوری، زندگی کردن با حس‌ها و انتخاب کردن بر اساس توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها خیلی با اهمیت است. خوب است که به اطفالمون اجازه بدیم استعدادشون رو پیدا بکنن، به اونها فرصت‌های شناسایی استعدادشون رو بدیم و بر اساس او به اونها اجازه بدیم که اقدام، هدف و یا برنامه درست زندگیشون انتخاب بکنن. و این نکته هم در نظر بگیریم وارد یک رقابتی شویم که در اون رقابت در نتیجه ناخوشحالی دیگران ما خوشحال شویم، و فکر می‌کنم که او پایدار نیست. قطعاً کسی دیگه پیدا میشه که ما را ناراحت بسازه و او خوشحال میشه. بهتر است که از رقابت‌ها دور شویم و به حس‌های خود برگردیم، شادمانی را در خود جستجو بکنیم، جستجوی رقابت نباشیم، شادمان بمانیم.